سلام دوستان، به کانال قصه شب خوش آمدید. با هم آغاز میکنیم داستان‌های 1001 شب را. از اینکه برای حمایت از ما لایک میکنید و کامنت میگذارید سپاسگزارم. امیدوارم از این پادکست لذت ببرید. داستان‌های 1001 شب. هرگاه صحبت از داستان‌های 1001 شب می شود، هر کس بی اختیار بیاد شهرزاد می افتد که 1001 شب پیاپی برای سلطان بیرحمی قصه گفت. اما از میان کسانی که خود را مشتاق شنیدن یا خواندن حداقل یکی از قصه های 1001 شب می‌یابند، شاید کمتر کسی به این فکر افتاده شهرزادی که 1001 شب برای پادشاه قصه می گفت که بود و این خود قصه شیرینی دارد. حال می پردازیم به این که چگونه شد دختری 1001 شب پیاپی با سحر کلام و شیرینی بیان و دلنشینی داستانهایش پادشاهی از پادشاهان سلسله آل ساسان جزایر هندوچین را خواب کرد و خود جان سالم به در برد و سر به تیغ جلاد نسپرد. حکایت شهرباز و برادرش شاه زمان. آوردند که ملکی از ملوک آل ساسان و پادشاهی از پادشاهان جزایر هندوچین 2 پسر داشت. 2 فرزند قوی پنجه، باهوش و دانشمند که هر کدام از جهتی یگانه دوران بودند. پادشاه در تربیت، تعلیم و آموزش 2 پسر خود از هیچ دقتی فروگذار نکرد و آنها را به گونه‌ای تربیت کرد که هر 2 پسر زبان زده عام و خاص بودند. پسر بزرگ نامش شاه زمان و پسر کوچک اسمش شهرباز بود. شهرباز در دلیری، شهامت و بذل و بخشش شهره آفاق بود و شاه زمان در درایت، سیاست و مملکت داری زبان زده عام و خاص. پادشاه جزایر هندوچین یا پدر شاه زمان و شهرباز در زمان حیات خود پسر بزرگ را به پادشاهی و حکومت سرزمین سمرقند گمارد و پسر کوچک را نزد خود نگه داشت. بعد از مرگ پدر، شاه زمان همچنان بر حکمرانی و سلطنت سرزمین سمرقند باقی ماند و شهرباز نیز جای پدر بر تخت سلطنت جزایر هندوچین نشست. آن 2 پسر بعد از مرگ پدر هر کدام 20 سال تمام بر سرزمین‌های تحت حکمرانی خویش با اقتدار حکومت کردند. البته این اقتدار به ظاهر بود، زیرا هیچ کدام قدرت اداره صحیح خانه و دربار خود را هم نداشتند. بالاخره یک روز برادر بزرگ یا شاه زمان دلتنگ دیدار برادر کوچک خود شد. از مقر حکومت خود یعنی سمرقند عزم سفر به جزایر هندوچین را نمود. شاه زمان وزیر اعظم خود را فراخواند و به او گفت: من برای دیدار برادر خود شهرباز عزم سفر به سرزمین او را کرده‌ام. اول اینکه در غیاب من اداره امور مملکت و نیابت سلطنت را به تو می سپارم و دوم ترتیب سفری مجلل و شاهانه را برای من بده که 2 روز دیگر قصد حرکت دارم. وزیر اعظم اطاعت امر کرد و پس از آماده شدن مقدمات کار، شاه زمان با جمعی از نخبگان و زبدگان و برگزیدگان دربار خویش سفری را به سوی جزایر هندوچین آغاز کرد. شاه زمان و همراهان او اولین روز سفر را رفتند تا شب فرا رسید و تاریکی همه جا را فرا گرفت. کاروانیان خیمه‌ای و خرگاهی بزرگ برافراشتند تا شب را بیاسایند و صبح روز بعد به سفر خود ادامه دهند.
شاه زمان هنوز در خیمه خیش نیاسوده بود که یادش آمد گوهر گرانبهایی را که به عنوان سوغات برای برادر شهرباز تهیه کرده بود جا گذاشته و همراه خود نیاورده است. شاه زمان برای آنکه بین همراهان خود به فراموشکاری شهره نگردد، بعد از آنکه همه به خواب رفتند 2 تن از نزدیکان خود را خبر کرد و به آنها گفت بدون آنکه با کسی صحبتی داشته باشید همراه من بیایید که قبل از طلوع آفتاب برمیگردیم. کاری پیش آمده که باید با سرعت دوباره به سوی دربار روانه شویم. شب از نیمی شب گذشته بود که شاه زمان با 2 همراه خود وارد قصر شد. آن 2 تن را بیرون ساختمان گماشت و خود به خوابگاه رفت. وقتی وارد خوابگاه شد، در همان اولین شب سفر و غیبت از خانه، همسر خیانتکارش را با مردی نامحرم و اجنبی در وضعی دید که طاقتش طاق شد و عنان اختیار از کف داد و شمشیر از نیام برکشید و آن 2 خیانتکار ناسپاس را که از ترس زبانشان بند آمده و نفس در سینهشان حبس شده بود سر از تن جدا کرد. سپس اندوهگین و خشمناک اندکی نشست و سر پردردش را در میان 2 دست گرفت و سپس از خوابگاه بیرون آمد و بدون آنکه هیچ سخنی حتی با آن 2 تن همراه محرم خود که بیرون خوابگاه ایستاده بودند بگوید، با گوهر گرانبهای سوغات برادر در دست و خاطره دردآور آن 2 خیانتکار پست سوار بر اسب به اتفاق همراهان به سوی اردوگاه تاختن گرفت. شاه زمان در طول راه و تا رسیدن به جزایر هندوچین و خطه فرمانروایی برادر کوچک خود لب از لب نگشود و با آن 2 همراه خیش هم سخنی نگفت. تنها امید او دیدار برادرش بعد از 20 سال دوری بود که اندکی از بار غمش کم کند و از سنگینی اندوهش بکاهد. سرانجام بعد از 2 هفته راهپیمایی و تحمل رنج سفر به مقر جزایر هندوچین، کشور تحت حکومت برادر خود شهرباز رسید. شهرباز که خبر آمدن برادرش را شنید دستور داد تا شهر را آذین بستند و کوی و برزن را چراغانی کردند و خود نیز با گروه کثیری از امرا و نجبا و وزرا به استقبال برادرش رفت. برادری که دلی پر از خون داشت و غصه‌ای جانکاه او را رنج می‌داد. شاه زمان سلطان سرزمین سمرقند دست در گردن برادرش انداخت و او را غرق بوسه کرد. اما شهرباز حس کرد برادرش بعد از 20 سال دوری آنگونه که باید اشتیاق دیدار او را ندارد. با اینکه برادر بزرگ خود شاه زمان را به خوبی می شناخت، اما شوق دیدار را در چشمان او نیافت. شهرباز از اندوه برادر در شگفتی بود. پنداشت شاید رنج سفر و راه زیادی که پیموده باعث خستگی او شده. لذا بلافاصله برادر خود را به کاخی که برای استراحتش آماده کرده بود راهنمایی کرد. 2 روز به او فرصت داد تا استراحت کند و خستگی راه و کوفتگی سفر از تنش خارج شود. اما صبح روز 3 که شهرباز به دیدار برادر از راه رسیده خود رفت، باز هم او را غمگین و آزرده دید. تصور کرد خاموشی و حزن او به سبب دوری از وطن و خانواده است. او طاقت نیاورد و از برادرش علت را پرسید که چه چیز روحش را آزرده و تنش را رنجور و رخش را زرد کرده، که شاه زمان در پاسخ برادر این بیت را آورد: گر من ز غمم حکایت آغاز کنم،
با خود دل خلقی به غم باز کنم. و سپس ادامه داد: جان برادر، برای اینکه این ملال و افسردگی از من دور شود، از تو میخواهم که برنامه یک شکار چند روزه را ترتیب بده، بلکه این برنامه شادی را دوباره به من بازگرداند و بار دیگر لبخندی بر لبان من بیاورد. به خدا دوست ندارم بعد از 20 سال مرا این چنین غمگین ببینی. شهرباز پاسخ داد: من هم که پس از سالها دوری موفق به دیدارش شدم، امید داشتم تو را خندان و شادمان ببینم، نه غمگین و افسرده. آیا دلت نمیخواهد راز دل خود را با من که یگان برادرت هستم در میان بگذاری تا چاری بهر آن بیندیشی؟ شاه زمان پاسخ داد: فعلا تو ترتیب آن برنامه شکار چند روزه را بده، بلکه گشت و گذار در دشت و صحرا چاره دل افسرده ام باشد. برنامه شکار چند روزه تدارک دیده شد و چون سحرگاه روز شکار شهرباز به کاخ شاه زمان استراحتگاه او رفت تا برادر را برای شکار همراه خود ببرد، مهمان خود را در بیماری و حال زار دید. شاه زمان با رنج و اندوه به برادر کوچک خود گفت: حال که تو ترتیب برنامه شکاری به این باشکوهی را داده ای، هیچ چیز را تغییر نده. تو همین حالا حرکت کن. من صبح روز بعد که حالم بهتر شد، به همراه یک بلد به تو خواهم پیوست. ضمناً در این باره به افراد درون قصر و اعضای خانواده‌ات نیز سخنی نگو و آنها را که همکنون در خوابند بیدارشان نکن. چون صبح شود من هرچه خواستم از آنها می‌طلبم. شهرباز توصیه و حرف برادرش را شنید و خود به اتفاق همراهان که در بیرون خوابگاه در انتظارش بودند به شکار رفت. صبح شد. شاه زمان رنجور و تب کرده اندکی پرده اتاقش را به کناری زد تا به باغی که بین دو عمارت اندرونی پادشاه جزایر هندوچین و قصر پذیرایی شاه زمان مشترک بود نگاهی بیندازد. اما شاه زمان رنجور چیزی را دید که غم جانکاه خود را از یاد برد. زیرا ساکنان اندرونی پادشاه جزایر هندوچین به تصور اینکه دو برادر و همراهانشان اندرونی و مهمانسرا را ترک کرده اند، فارغ از دغدغه وجدان و بیم عذاب الهی، در حیات اندرونی که دیواره های بلندی داشت و دور از چشم دیگران بود، مجلس عیش و نوشی گسترده بودند. شاه زمان همسر خطاکار خود را در خوابگاه، آن هم در شب تاریک، با یک مرد نامحرم دیده بود. اما او در روز روشن تمام زنان حرمسرای برادر شهرباز را میدید که با بی‌پروایی به فسق و فجور مشغول بودند. اگر شاه زمان فقط ماتم خیانت یک سوگلی خود را داشت، اما در آن هنگام میدید که زنان حرمسرای برادرش به خیانت وقیحانه مشغولند. در نتیجه ماتم و درد بی درمان برادر باعث شد که تب و بیماری و رنجوریش آنقدر بالا گیرد که دیگر قدرت دوباره برخاستن از بستر را نداشته باشد. بار غم و درد آنچنان بود که او را از هوش برد و اهل حرم خانه و ساکنان حرم سرای کاخ پادشاه جزایر هندوچین بی خبر از حضور شاه زمان در کاخ به اعمال خیانتکارانشان مشغول بودند. یک روز گذشت. چون شهرباز در شکارگاه برادر را ندید، از بیم آنکه مبادا حال مهمانش وخیمتر شده باشد، برنامه شکار خود را رها کرد و تا حدی نگران به قصر برگشت تا از علت نیامدن برادرش با خبر شود. شاه زمان افسرده و پریشان در اتاق پذیرایی برادر بر روی بستر افتاده بود که شهرباز از راه رسید
و علت آن همه غم را از برادر پرسید. بالاخره شاه زبان به تعریف حکایت ماجرای خیانت سوگلی خود گشود. شهرباز از برادر مهمان خود پرسید: اما چه شد که وقتی به قصر من آمدی بیماری و افسردگی تو شدت گرفت؟ تو با این درد جانکاه که در درون داشتی 2 هفته رنج سفر و خستگی راه را تحمل کردی تا نزد من رسیدی. آیا همان غم باعث شدت بیماری و رنجوری بیشتر تو شده یا اینکه؟ در اینجا بود که شاه زمان دوباره زبان به سخن گشود و آنچه را در روشنایی روز و کنار استخر دیده بود برای برادر تعریف کرد و گفت: اگر رنجوری من به خاطر خیانت یکی از زنان اندرون قصرم، آن هم در شب و خلوت بود، اما اهل اندرونی قصر تو را در روز روشن در کنار استخر باغ قصر بی پروا مشغول فسق و فجور دیدم. شهرباز بعد از شنیدن ماجرای خیانت سوگلی برادر و همچنین خیانت زنان حرمسرای خود گفت: از آنچه که در قصر تو رخ داد بسیار متاسفم و خوشحالم که آن 2 خیانتکار را به سزای اعمالشان رساندی، ولی از اینکه تمام اهل حرمسرایم در روشنایی روز دست به چنین کاری بزنند در شک هستم. آیا تو تصور نمی کنی که ممکن است اشتباه دیده باشی؟ اگر تو برادر بزرگ و عزیز کرده من نبودی و به تو اعتماد کامل نداشتم، اجازه نمی دادم حتی چنین حرفی بر زبان آوری، و اگر کسی دیگری چنین حرفی می گفت فرمان قتلش را می دادم. آخر چطور ممکن است تمام افراد اندرونی قصر من نابکار و خیانت پیشه باشند و حتی 1 نفرشان هم حرمت مرا نگه ندارد؟ نه برادر جان، یقینا تو در اثر آن حادثه ناگوار و این راه دراز بیمار گشتی و دچار توهم شده ای. شاه زمان گفت: برادر جان، من نه گرفتار توهم شدم و نه دید خود را از دست دادم. پنجره اتاق من که مهمان سرای خصوصی توست به حیات اندرونی تو باز می شود و من که اکنون با همین چشمان خود گنجشک نشسته بر روی درخت کنار استخر را می بینم. آخر چطور ممکن است دچار اشتباه شده باشم؟ من پیشنهادی برای تو دارم و آن این است که در اندرون قصر شایع سازی کن برای یک برنامه شکار به مدت طولانی تری دوباره عازم سفر خواهی شد. شهرباز میان حرف برادر پرید و گفت: وقتی هیچ کدام در قصر نباشیم چه نتیجه ای خواهیم گرفت؟ شاه زمان گفت: برنامه سفر شکار رفتن خود را به همه اعلام می کنیم، اما ابتدا خدم و حشم را راهی کرده و به آنها خواهیم گفت که خیمه و خرگاه را برپا کند تا ما هم به آنها بپیوندیم. در اندرون قصر تو هم این گونه وانمود می کنیم که با خدم و حشم راهی شده ایم، ولی خود را از چشم دیگران دور کرده و در گوشه پنهان می شویم. من اطمینان دارم آن ماجرای هولناک دوباره رخ خواهد داد. شهرباز گفت: من به خاتونهای حرمسرا و کنیزانم اعتماد کامل دارم، اما به احترام پیشنهاد و خواسته تو این کار را هم انجام خواهم داد. شهرباز قصد سفر و رفتن به شکار برای مکانی دورتر و مدتی طولانی تر را در قصر خود شایع کرد. اما روز سفر آن 2 برادر پس از خداحافظی از اهل اندرونی در گوشه‌ای پنهان شدند، در حالی که شهرباز با خود فکر می کرد آنچه که برادرش گفته یک اندیشه توهمی بیش نیست و او قصد دارد ضعفای دربار خود و بیکفایتیش در نگهداری اندرونیش را در دربار وی هم جلوه‌گر کند.
اما هنوز ساعتی از روز و برآمدن خورشید نگذشته بود که اهل نابکار حرمسرا دوباره دور استخر باغ بساط عیش و نوش گستردند و گستاخانه به فسق و فجور پرداختند. شهرباز وقتی آن صحنه را دید به شدت متأثر شد و به گریه درآمد و از برادرش چاره خواست. شاه زمان گفت اگر حاضری این رسوایی بزرگ را به جان بخری، همکنون دستور بده که جلادان تمامی این خیانتکاران را از دم تیغ بگذرانند و الا دم فرو بند و هر چه دیدی فراموش کن. شهرباز گفت راه سومی هم وجود دارد و آن چشم پوشی از سلطنت و ترک درباری چنین آلوده است. بهتر است راه بیابان در پیش بگیریم و ترک دیار و خانمان کنیم و در گوشه‌ای از زمین خدا گمنام و ناشناس زندگی کنیم که این پادشاهی ارزش چنین ننگی را ندارد. شهرباز و شاه زمان بی آنکه کسی متوجه شود در تاریکی شب از قصر بیرون آمدند و بدون هدف معین و مقصد مشخص راه بیابان در پیش گرفتند. چند روزی در بیابان راه رفتند تا به ساحل دریای عمان رسیدند. در آنجا درخت تناور و سرسبزی دیدند که چشمه آب زلالی در پای آن می جوشید. دو برادر آزرده خاطر و خسته پای آن چشمه نشستند تا اندکی بیاسایند و آبی بیاشامند. هنوز جرعی بر لب نبرده بودند که دیدند در دور دست غباری به هوا برخاسته و غرشی سهمگین زمین و زمان را به لرزه درآورده است. ترس سراپای وجودشان را فرا گرفت. برای پنهان ماندن از نظر به بالای همان درخت رفتند و خود را لابلای شاخ و برگ ها پنهان ساختند که دیدن قولی بی شاخ و دم و عفریتی زشت و بدقواره به پای چشمه رسید، در حالی که صندوق بزرگی روی سر خود داشت. هیولا صندوق را از روی سر بر زمین گذاشت، در آن را باز کرد که پریوشی آدمی پیکر و دختری آفت دل از درون صندوق بیرون آمد. و اما قصه آن دختر زیبارو از این قرار بوده است که قول بیشاخ و دم از مدتهای قبل شیفته آن دختر زیبا شده و دل به مهر او سپرده بود. همیشه هم در پی یافتن فرصت برای ربودن او بود تا در شب عروسیش، آنگاه که او برای آرایش به همراه چند تن از محرمان از خانه بیرون می آید، عفریت در طول راه خانه دختر و آرایشگاه در یک لحظه از غفلت همراهان استفاده کرده و وی را می رباید و همراه خود می برد. زمانی که قول بیشاخ و دم در کنار چشمه و زیر درختی که شاه زمان و شهرباز بالای آن پنهان شده بودند صندوق را از سر پایین آورد و در آن را گشود و آن پریچهر از داخل آن بیرون آمد، قول به آن زن زیبا گفت در طول راه صندوق تو را روی سر گرفته و آمده ام. حال خسته ام و دلم میخواهد بخوابم. تو مثل همیشه بالای سرم بنشین و مراقب اطراف باش و هرگاه خطری پیش آمد آنگونه که میدانی مرا بیدار کن. قول با گفتن این حرف سرش را روی زمین گذاشت و چشمان خود را بست و صدای خورناسش به آسمان رفت. پس از چند دقیقه که خواب عفریت سنگین شد، دخترک عجیب بزرگ خورشین مانند جامعه خود ریسمانی درآورد که آن ریسمان از داخل حلقه بسیاری از انگشتری ها رد شده بود و دخترک هم چون عابدی که دانه تسبیح بشمارد با صدای بلند شروع به شمارش آن انگشتری ها کرد و با صدای بلند از یک شمرد و به 10 20 50 70
و 100 رسید و بالاخره تا رقم 570. آنگاه با صدای بلند گفت: امیدوارم در این یک شبانه روزی که این جادوگر بیشاخ و دم خواب است، مردی از راه برسد و انگشتری 571 را هم از او بگیرم. ملک زادگان بالای درخت پنهان شده وقتی دختر را دیدند که با آن صدای بلند دانه های انگشتری را می شمارد و با خود حرف میزند، از بالای درخت پایین آمدند و در مقابل آن زن زیبا ایستادند. زن بدون آنکه از مشاهده آن دو برادر ترسی احساس کند با صدای بلند گفت: چقدر خوب، امروز تعداد انگشتری های من 572 عدد خواهد شد. و سپس از آن دو برادر دعوت کرد تا در کنار او بنشینند. آنگاه زن گفت: خیالتان راحت باشد که این دیو تا فردا همین وقت از خواب بر نخواهد خاست، مگر به نوعی که فقط من میدانم و خودش یادم داده. البته آن هم در مواقع خطرناک که عفریت ها و غول های بیشاخ و دمتری پیدا شوند، نه الان که دو شاهزاده مثل شما آمده اند. وقتی دو برادر نگاه نفرت انگیز زن زیبا روی را به غول دیدند، از زن پرسیدند: حالا که میگویی این غول تا صبح فردا از خواب بیدار نمی شود، پس چرا فرار نمی کنی؟ زن زیبا سرش را با تأسف تکان داد و گفت: این غول واقعا عفریت است. او مرا جادو کرده و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خود در جایی پنهان کرده که نمیدانم کجاست. اولا هیچ ضربه‌ای بر تن او کارگر نیست. حتی اگر شمشیر هم بر فرق سرش وارد کنی، صدمه‌ای نمی‌بیند، مگر اینکه از خواب بیدار می شود و آن وقت است که دمار از روزگار کسی که به او ضربه‌ای زده در می آورد. در ثانی چون مرا جادو کرده و طلسم شده او هستم، اگر بیدار شود و مرا نبیند، نفیر کشان و پرواز کنان حتی تا آن سوی دنیا هم دنبال من می آید و مرا می یابد. سخت به بند می کشد و بیرحمانه تر عذابم می دهد. من در روزهای اول اسارتم به دست این عفریت به قصد فرار از چنگ او دست به چنین کاری زدم، ولی متاسفانه سخت تر گرفتار شدم. باید بدانید من تا آخر عمر محکوم به این سوختن و ساختنم. زن زیبارو که ریسمان پر از انگشتری ها را در دست داشت، وقتی آن دو برادر را در مقابل خود دید و فهمید که آنها مشتاق به شنیدن داستان او و قصه عفریت هستند، گفت: من دختر مغرور سرداری سفاک بودم. خواستگاران بیشماری داشتم که افرادی صاحب لیاقت بودند، اما من در بازی دادن آنها احساس لذت می کردم. کار بسیاری از عاشقان و دلدادگان من سرانجام به جنون و آوارگی و خودکشی رسید. از جمله پسری پاک نهاد که تنها فرزند یک زن شوهر از دست داده بود و چون آن پسر نیز کارش به خودکشی رسید، مادر دلسوختش نفرینم کرد و گفت: امیدوارم عفریتی سر راه تو قرار گیرد. تو را باید که روزی 100 بار بمیری و زنده شوی. از قضای روزگار غولی بیشاخ و دم که همین عفریت به خواب رفته است عاشق من شد و من که از پیدا شدن این غول خیلی ترسیده بودم و نفرین آن مادر بیچاره را در مورد خودم اجابت شده می دیدم. و اولین خواستگاری که بعد از این غول از راه رسید جواب مساعد دادم که در شب عروسیم در یک لحظه غفلت همراهانم در راه آرایشگاه این غول مرا دزدید و جادویم کرد و به عقد خود درآورد
و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خودش در داخل غاری در دل کوهی قرار داده که من هرگز نتوانستم نشانی آنجا را بیابم. اما خودش گاهی پرواز کنان و نفیر کشان به آنجا می رود و باز می گردد. اکنون 5مین سالی است که من اسیر دست این عفریت سیه دل هستم. هرچند می دانم به خاطر آن دل شکستن ها و نابودی و مرگ آن همه پسر آن جوان که عاشق من بودند به چنین عقوبتی دچار شده ام و تا آخر عمر هم باید اسیر این عفریت سیه کار و چنین اهریمن بدقلبی باشم. اما برای تلافی در صدد گرفتن انتقام از او هم هستم. دو برادر با تعجب پرسیدند ممکن است بگویی چگونه داری از این غول بیشاخ و دم که تو را اسیر و گرفتار کرده انتقام میگیری؟ زن زیباروی بدسیرت جواب داد این غول بیشاخ و دم خواب بسیار سنگینی دارد. وقتی به خواب می رود تا فردا همان وقت از خواب بیدار نمی شود مگر اینکه من شاخه خشکیده‌ای را داخل گوش چپش نمایم. در آن صورت هراسان از خواب می پرد. من برای گرفتن انتقام از این غول بیشاخ و دم وقتی که او به خواب می رود که معمولاً هر 3-4 روز یک بار است با مردان بیگانه که در ساعات خواب عفریت سر راهم قرار می گیرند معاشرت می کنم. این مردان هر کی می خواهند باشند. در پایان معاشرت و نشست خود با آنها هم یک انگشتری از ایشان بیادگاری می گیرم و همانطور که دیدید انگشتری های ستانده و بریسمان کردم 570 عدد است که امیدوارم 571 و 572 میش را از شما 2 نفر که فکر می کنم برادر هم هستید بگیرم. 2 برادر یعنی شاه زمان و شهرباز از شنیدن حرفهای آن زن به ظاهر زیبا اما عفریت صفت آنچنان به خشم آمدن و از پیشنهادش به قدری شرمگین شدند که توقف در آنجا را جایز ندانستند و به راه خود ادامه دادند. قدری که جلو رفتن شهرباز به برادر بزرگتر خود شاه زمان گفت وقتی از ماجرای خیانت این عفریته در حق شوهرش باخبر شدم دریافتم که غم و اندوه من و تو در برابر بدبختی و فلاکت آن غول بیشاخ و دم با تمام قدرت جادوگریش هیچ است. لذا من قصد دارم دوباره به قصر حکمرانی خود برگردم و بقیه گناهکاران اندرون قصرم را مجازات نمایم و به سلطنت خیش ادامه دهم. حال بگو تو چه خواهی کرد؟ آیا به سرزمین سمرقند و قصر حکومت خیش باز میگردی یا میخواهی تا آخر عمر نزد من بمانی که البته آن تصمیم یعنی ماندن در نزدم سعادتی برای من خواهد بود؟ شاه زمان گفت هیچ کدام. نه سلطنت در سرزمین سمرقند را میخواهم و نه اقامت در خاک پدری و در سایه حکومت و امارت تو را میطلبم. قصد آن دارم گوشه عزلت اختیار کنم و در دیار غربت به شیوهی ساده زندگی کنم و باقی مانده عمر را به عبادت بگذرانم. شاید آنچه بر سرم آمده نتیجه گناهان قبلی خودم بود که از روی غرور مرتکب شدم. نه برادر جان، از همکنون مرا دیگر با حکومت و حکمرانی که کمتر ممکن است آری از ظلم باشد کاری نیست. من راه خیش میگیرم و به سوی خدای خیش میروم. آری شاه زمان و شهرباز که پس از 20 سال دوری آنچنان به نزد هم آمده بودند این چنین هم از هم جدا شدند. شاه زمان همچنان در ساحل دریای عمان بی هدف و مقصود اما رو به سوی خدا آورده به سوی مقصد نامعلومی جلو رفت و شهرباز هم برای رسیدن به قدرت و سلطنت به عقب برگشت و چون مجدداً از کنار همان درخت تناور و چشمه آب رد شد
مسعود را در خواب دید که خرناسه‌اش بلند بود و آن زن زیباروی سیهکار هم همچنان در حال شمردن دانه‌های انگشتری داخل ریسمان بود که هنوز تعدادش همان 570 عدد بود. شهرباز چون به مقر حکومت خویش گام نهاد و وارد قصر شد، ابتدا تمام اهل اندرون سیهکار و غلامان نابکار و خائنان تبهکار را فراخواند. حاضران چون چهره برافروخته و چشمان خون گرفته پادشاه را دیدند، بر خود لرزیدند. این ترس وقتی به اوج رسید که شهرباز جلادان را صدا کرد و داستان خیانت آنها را که یک روز برادر رنجورش و روز دوم هر دو دیده بودند به جمع خائنان تبهکار یادآور شد، فرمان سربریدن همه آنها را صادر کرد که تعدادشان از 30 نفر هم بیشتر بود. محکومان به گریه و زاری و التماس افتادند و شهرباز آبرو باخته قبل از آنکه جلادان دست به شمشیر ببرند گفت: ای سیه دلان نابکار و ای نمک به حرامهای خیانتکار، آنچه را که من دیدم و شما را در برابرش مستحقین مجازات می دانم، فساد و تباهی 2 روز شما بود. چه بسا که این سیهکاری ها 100 روز بوده و بعد بی آنکه به خون گریستن زنانی که روزی گل سرسبد حرمسرا و مراد دل و مطلوب خاطرش بودند اعتنایی کند، از سرسرای قصر خود خارج شد. شهرباز فقط به کشته شدن آن جفاپیشگان خیانتکار رضا نداد، بلکه فرمان داد تا تنهای از سر جدا شده آن عده بیش از 30 نفر را جلوی سگان گرسنه شهر انداختند و از سرهایشان برای عبرت دیگران در جلوی قصر خود مناره کوچک ساختند و این انتقام اول سلطان شهرباز بود. انتقام دوم شهرباز به مراتب از انتقام اولش وحشتناکتر بود، زیرا دستور داد که هر روز دختری از دختران زیباروی شهر را بیاورند و او را به عقد او درآورند و سحرگاهان شب عروسی که هنوز سپیده نزده و خورشید سر از کوه شرق در نیاورده بود، دستور میداد تا جلاد گردن آن دختر را بزند و او را راهی دیار عدم نماید. 3 سال بر این منوال گذشت. بیش از 1000 دختر در سحرگاه شب زفاف سرشان از تن جدا شد، به ترتیبی که دیگر در شهر دختری نماند و خانه و خانواده ای نبود که داغدار این انتقام جنون آمیز سلطان شهرباز نباشد. دیگر دختری در شهر پیدا نشد و وقتی شهرباز از این خبر آگاه گردید، وزیر اعظم خود را فراخواند و به او دستور داد برای شب‌های آینده از هر کجا که شده و به هر طریق دختری باکری بیابد. شهرباز گفت: به من گزارش کردند دختری که امروز به عقد من در می آید آخرین دختر این شهر است و تو فرمان می دهم که فردا یا دختری برای من می آوری و یا جلاد سر خودت را از تن جدا خواهد کرد. وزیر با چهره پر درد و غمناک به خانه آمد و بر سکوی در سرای خود نشست و سر در میان 2 دست گرفت. دانه های اشکش به دامان میریخت که دخترش بر بالای سرش آمد. وزیر اعظم شهرباز 2 دختر داشت به نامهای شهرزاد و دنیازاد. شهرزاد دختر بزرگتر و انیس پدر بود. او وقتی پدر را آنگونه افسرده و گریان دید گفت: ای پدر، علت اندوه تو را می دانم، زیرا من هم دختری از دختران این شهرم و اگر تا کنون سرم بر باد نرفته چون دختر وزیر اعظم مملکت هستم. من همه چیز را می دانم. در این 3 سال آنها که دختری داشتند و توان رخت کشیدن از این دیار و رفتن به ممالک دیگر را داشتند،
همه خانه ها را گذاشته و خانمان را بردند. اینک من تمنایی از تو دارم. خواهشم این است که فردا مرا به عقد شهر باز درآوری. زیرا اگر تو با دست خود چنین اقدامی نکنی، یقینا شهرباز دیوانه انتقامجو خود به سراغ من و خواهرم دنیازاد و یکی دو دختر باقی مانده در خانه امرای لشکر خواهد آمد. لطفاً فردا مرا به عقد این ملک انتقامجو درآور، یا من نیز چون دیگر دختران این مرز و بوم به تیغ هلاکت گرفتار خواهم شد و یا باقی مانده دختران مملکت خود را از این مهلکه دهشتناک نجات خواهم داد. سیلاب اشک از دیدگان وزیر اعظم شهر باز دیوانه انتقام سرازیر شد، زیرا او هرگز فکر نمی کرد روزی برسد که با دست خود نور دیده و دختر عزیز کرده اش را به تیغ جلاد بدهد. خواهش های وزیر اعظم و یا در واقع التماس های پدر نتیجه‌ای نبخشید، زیرا که شهرزاد همچنان بر انجام خواسته خود اصرار می کرد. در آخر به عنوان اتمام حجت وزیر اعظم به شهرزاد گفت: دختر جان، مرا بیم آن است با تصمیمی که گرفته ای در پایان بر تو همان رسد که بر دراز گوش نصیحت کنه دهقان رسید. شهرزاد پاسخ داد: پدر جان، باید به شما بگویم که من هرگز از حرف زده خود بر نمی گردم، اما خیلی دوست دارم آن داستان را از زبان شما بشنوم تا یک داستان نیز بر تعداد افسانه هایی که می دانم اضافه شود. وزیر اعظم سلطان شهرباز یا پدر دلسوز شهرزاد داستان خود را این گونه آغاز کرد: آوردند و گفتند و هم شنیدم که در سالهای بسیار دور مرد دهقانی سرمایه بسیار و گوسفندان بیشماری داشت که سرمایه‌اش باغ‌های پرمیوه و مزرعه‌های پربار بود، به اضافه گله گوسفندان پروار. و اما مرد دهقان در خانه خود نیز طویله‌ای داشت که در آن طویله یک گاو و یک خر نگهداری میکرد. و دهقان قصه ما مزیت و برتریش بر دیگر دهقانان و گله‌داران این بود که زبان جانوران میدانست. این مرد دهقان آشنا به زبان جانوران شبی آهسته و سرزده به طرف طویله رفت که صدای گفتگوی خر و گاو خود را با هم شنید. آهسته تر و بی صدا وارد طویله شد و گاو را دید که نزدیک آخور خر ایستاده و با حسرت چشم بر علوفه سهم غذایش و جای استراحت و خوابش دوخته و میگوید: خر عزیز، گوارا بود بر تو این نعمت و راحت که من گاو روز و شبم به رنج و زحمت و درد و تعب میگذرد. گاهی زمین شخم میزنم و به شیار مشغولم و گاهی هم آسیاب میگردانم که نگاهی بلکه از صبح تا شب همواره بدون لحظه ای استراحت صاحب از من کار میکشد و باز هم که نه کار میکشد بلکه از کار فرط مرا میکشد. اما تو که گفتم گوارا بادت این نعمت، در روز جز آن که ساعتی صاحب را سواری میدهی و او را به مزرعه برده و برگردانی کار دیگری نداری و چون در روز زحمتی نمیکشی و انچنان کاری نمی کنی از درد و خستگی شبانی من بیخبری. تو را شب به عیش و طرب می رود، ندانی که بر ما چه شب می رود. درازگوش گفت: بسیار خوب،
حال که اظهار کسالت و احساس رنجوری از شدت کار میکنی، فردا چون هنگام شخم و شیار زمین افزار به گردنت بستند، بر زمین بخواب و هرچه تو را زدن از جا برمخیز و هرچه علوفه پیشت آوردند مخور. یکی دو روزی که چنین کنی به یقین از رنج و مشقت خلاصی میابی. چون راهنمایی خر به پایان رسید، هم گاو بر سر آخور خود رفت و هم مرد دهقان به سرای خود برگشت. صبح روز بعد مرد دهقان وقتی وارد طویله شد و خود را با گاو که خود را به بیماری زده بود روبرو دید، گاواهان بر گردن خر گذاشت و او را بر زمین برد و تا شب 2 برابر کاری را که هر روزه از گاو میکشید از خر کار گرفت. درازگوش شب خسته و نالان به طویله آمد و گفت ای گاو عزیز، کاش زبانم لال میشد و تو را مثلا راهنمایی نمیکرد. زیرا امروز از صاحب شنیدم که به دوستش می گفت فردا گاو مرا به بازار ببر و به قصاب بفروش، زیرا این خر پرخورده و تنبل شده هر دو کار را می تواند با هم انجام دهد. و حال من پدر این قصه را از این جهت گفتم که دلسوزی های تو برای دخترکانی که هر سحرگاه سرشان زیر تیغ جلاد می رود مثل دلسوزی درازگوش برای گاو نباشد که کار را از اول بدتر کند. شهرزاد گفت پدر جان، قصه شما بسیار جالب و پرمعنا بود، اما بدانید که قصه شما هرگز در مورد کار من مصداق پیدا نخواهد کرد. زیرا اولا که من اطمینان دارم موفق خواهم شد و در ثانی شما چاره‌ای هم جز این کار ندارید. زیرا اگر امشب خودتان با دست خود مرا به عقد سلطان در نیاورید، فردا و پس فردا شما را مجبور خواهند کرد. وزیر اعظم وقتی متوجه شد مخالفت با دخترش فایده‌ای ندارد و از طرفی میدانست که دیگر دختری هم در آن شهر و شهرهای نزدیک پیدا نمی شود و از طرف دیگر به هوش و دانایی دخترش شهرزاد نیز اعتقاد کامل داشت و میدانست که حتما نقشه‌ای در سر دارد که اینگونه مصرانه طلب همسری پادشاه را می کند، دل قوی داشت. جامه بر تن کرد و به سوی دربار رفت. شهرباز وقتی دید وزیر اعظمش با آن سرعت بازگشته متعجب شد و پرسید چه کردی؟ آیا دختری برای وصلت فردا شب من یافتی؟ وزیر اعظم پاسخ داد آری. در منزل وزیر اعظم 2 خواهر یعنی شهرزاد و دنیازاد ساعتها با هم به گفتگو پرداختند و هر دو با رضایت خاطر و چهره خندان از یکدیگر جدا شدند. بعد از ظهر فردا شهرزاد را به قصر بردند. ابتدا خطبه خواندند و شهرزاد قصه گو را به عقد شهر باز انتقام جو در آوردند و چون شب زفاف گذشت و هنوز چندی تا سحر باقی مانده بود و فرصتی هم تا آمدن جلاد بود، شهرزاد به همسر شهرباز گفت شهریارا، آیا می توانم قبل از اینکه به فرمان شما سرم زیر تیغ جلاد رود خواهشی داشته باشم؟ سلطان گفت غیر از طلب عفو تا وقت سحر هر خواسته‌ای داشته باشی برایت انجام میدم. شهرزاد گفت خواهش من این است اجازه دهی خواهرم دنیازاد به اینجا بیاید تا برای آخرین بار خواهرم را ببینم. سلطان با تقاضای شهرزاد موافقت کرد و کسی را به دنبال دنیازاد فرستاد. دنیازاد که از قبل با خواهرش صحبت کرده بود به سرعت به اتاق شهرزاد وارد شد. شهرزاد که دختری با فضیلت و ادیب بود و قصه های کهن بسیاری به خاطر داشت، به خواهرش دنیازاد یاد داده بود که بعد از روبوسی و ریختن چند قطره اشک دروغین
رو به شهرزاد کرده و بگوید راستی خواهر جان، قصه‌ای که دیشب برایم تعریف کردی ناتمام مانده. اگر چند دقیقه فرصت داری آخر داستان دیشب را هم برای من تعریف کن. و شهرزاد در حالی که گاه بلند و گاه آهسته صحبت می کرد حکایت بازرگان و افریت را برای خواهرش تعریف کرد، به ترتیبی که سخت توجه سلطان شهرباز به داستان شهرزاد جلب شد. شهرزاد در حالی که میخواست به شهرباز بفهماند به خاطر کمی وقت مجبور است داستان را تون تون تعریف کند، گاه آنچنان با سرعت حرف میزد که شهرباز چیزی از گفته های شهرزاد نمیفهمید. نقشی که شهرزاد و دنیازاد در مقابل شهرباز آن سلطان انتقامجو اجرا کردند باعث شد که وقتی دنیازاد از خواهرش خداحافظی کرد و از خوابگاه و حرمسرا بیرون رفت، سلطان به شهرزاد بگوید با اینکه فقط چند دقیقه آخر داستان را شنیدم اما برایم جالب و شنیدنی بود. دوست دارم که این حکایت را از ابتدا برایم تعریف کنی که من شیفته شنیدن داستان‌های قدیمی هستم و هرگز تا کنون قصه گویی ندیدم که کلامش به شیرینی و گیرایی کلام تو باشد. اما حال که نزدیک سحر است و خوابم می‌آید. فردا شب داستان بازرگان و افریت را که برای خواهرت به آن سرعت گفتی برایم به آرامی و تأنی تعریف کن. و آنگاه شهرباز دو دست بر هم کوبید که حاجب مخصوص وارد و سلطان شهرباز به وی گفت امشب با جلاد کاری نداریم، مرخص است. پایان ماجرای قبل از شب اول یا قصه گو شدن شهرزاد. از اینکه تا پایان قسمت اول با ما همراه بودید سپاسگزارم. برای حمایت از ما لایک و کامنت بگذارید و ما را دنبال کنید. به زودی با قسمت بعدی داستان‌های 1001 شب میهمان خانه‌های شما خواهیم بود.